سوره مدثر یعنی جامه در سر کشیده در مکه مکرمه نازل شده است و از 56 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یا ایها المدثر، ای جامه در سر کشیده، قم فانذر، برخیز از جای خوابت، پس بیم ده آدمان را از عذاب الله. وربك فكبر، و تکبیر و تعظیم و عبادت را مخصوص پروردگارت گردان. وثيابك فطهر، و جامعت را از نجاست ها پاکیزه دار. یعنی پاکی ظاهری نشانه پاکی باطنی است. والرجز فاهجر، و دوامت کن دوری جستن را از بت‌ها و از کارهای شرک، پس به آنها نزدیکی مکن. این بود تفسیر سعدی. ولا تمنن تستكثر، و چیزی مده که بیش از آن چشم داشته باشی. ولربك فاصبر، و برای روزگی پروردگارت بر امر و نهیهایش صابر باش. فإذا نقر في الناقور، پس آنگاه که در سور یعنی کرنه برای از نو زنده شدن دمیده شود، فذلك يومئذ يوم عسير، پس آن روز روزی سخت خواهد بود. على الكافرين غير يسير. برای کافران آسان نیست که خلاص شوند از مناقشه حساب و کتاب. ذرني ومن خلقت وحيدا، مرا ای پیامبر با اون که در شکم مادرش تنها بی مال و فرزند آفریده‌ام واگذار. وجعلت له مالا ممدودا، و او را مال بسیاری دادم وبنين شهودا، و پسران همه در مکه نزد او حاضر. ومهدت له تمهيدا، و وسایل زندگی را از هر جهت برای او فراهم ساختم. ثم يطمع أن أزيد، آنگاه طمع می بندد که بر نعمتش بیفزایم. یعنی بر ضمن این نعمت ها باز هم مال و فرزندانش را زیاد گردانم و همانا او کافر است بر من. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، هرگز که همانا او در برابر قرآن و آیت ما سرکشی کرد و ستیزی جست. سأرهقه صعودا، زود است که بسرش مشقت های را از نوهای عذاب که در آن راحت نیست می آریم. این آیت ها در حق ولید ابن مغیره نازل شده است که خیلی هم سرکش و دشمن الله و رسولش بود. این چنین جزا داده می شود هر یک کافر سرکش را. این بود تفسیر سعدی. إنه فكر وقدر، هر آینه او اندیشید و نقشه کشیده. یعنی چی طعنه می زند در حق قرآن و محمد. فقتل كيف قدر، پس مرگ بر او بود چگونه نقشه کشیده. ثم قتل كيف قدر، باز هم مرگ بر او بود چی نقشه کشیده. ثم نظر، سپس آنگاه که نگریست یعنی فکر کرد و نقشه کشید و تیاری دید در طعنه زدن قرآن. ثم عبس وبسر، سپس روی ترش کرد و پیشانی در هم کشید. بعد از آن که چیزی نیافت که به آن قرآن را طعنه زند، ثم أدبر واستكبر، سپس روی گردانید از حق و گردنکشی کرد از اعتراف شدن به مغلوبیتش. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، پس گفت درباره قرآن این چیزی که محمد میگوید جز جادوی منقول از پیشینیان روایت شده هیچ نیست.
إن هذا إلا قول البشر این سخن مخلوقان است که محمد آن را تعلیم گرفته است و بعد از آن دعوا می کند که آن از نزد الله است. سأصليه سقر به زودی او را به سقر یعنی دوزخ بیفکنیم تا بسوزد در آتشش. وما أدراك ما سقر تو چی می دانی که سقر چگونه است؟ لا تبقي ولا تذر نه گوشتی را باقی می گذارد و نه استخوانی را رها می سازد. لواحة للبشر تغییر دهنده و سیاه کننده پوست است. عليها 19 19 فرشته برای عذاب آنها موکلند. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. موکلان دوزخ را جز از فرشتگان سختگیر قرار ندادیم و شماره آنها جز برای امتحان کافران نیست تا اهل کتاب یهود و نصارا باور کنند. یعنی آن چیزی که در قرآن درباره خزینان جهنم گفته شده است حق است و از نزد الله است. این بود تفسیر طبری. و بر ایمان مؤمنان بیفزایند و اهل کتاب و مؤمنان شک نکنند و تا آن منافقان و کافران که در دلهایشان مرض است بگویند الله از این شماره عجایب چی می‌خواسته است؟ الله این چنین هر کسی را که بخواهد گمراه می‌کند و هر کسی را که بخواهد راه می‌نماید و شماره لشکر پروردگارت را جز او کسی نداند و این جهنم جز هشدار و پند از برای مردم نیست. این بود تفسیر بغوی. كلا والقمر این چنین نیست که آنها میپندارند، یعنی بر رسالت پیامبر باور نمی کنند. سوگند به ماه والليل إذ أدبر و سوگند به شب چون پشت کند روی برفتن آرد والصبح إذا أسفر و سوگند به صبح چون پرده برافکند إنها لإحدى الكبر که هر آینه این دوزخ یکی از حادثه های بزرگ است. نذيرا للبشر ترساننده آدمیان است. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر برای هر یک کسی از شما که بخواهد نزدیک شدن به پروردگارش را به عمل نیک یا بازپس ماند به کفر و نافرمانی. كل نفس بما كسبت رهينة هر کس گروگان کاری است که کرده است، خواه نیک است خواه بد، از آن رهان نمی یابد تا آن وقتی که حقش را بدهد. إلا أصحاب اليمين غیر مسلمانان خالص
آنهایی که خودشانرا با عملهای شایسته نجات دادند. في جنات يتساءلون آنها در بهشت‌ها نشسته‌اند و از یکدیگرشان می‌پرسند. عن المجرمين از کافرانی که در حق خودشان گناه کرده اند. ما سلككم في سقر چه چیزهای شما را به جهنم درآورد؟ قالوا لم نك من المصلين گویند گناهکاران ما در دنیا از نمازگزاران نبودیم ولم نك نطعم المسكين و به درویشان و کمبغلان طعام نمیدادیم وكنا نخوض مع الخائضين و به آنان که سخنهای باطل میگفتند هم آواز میشدیم وكنا نكذب بيوم الدين و روز قیامت را دروغ میشماریدیم حتى أتانا اليقين تا مرگ ما فرا رسید و ما در همان گمراهی بودیم فما تنفعهم شفاعة الشافعين پس شفاعت کنندگان خواه فرشته باشد خواه پیامبر یا دیگرش فایده نبخشیده زیرا شفاعت برای آنها است که الله تعالی از آنها راضی است و برای شفاعت کننده اجازت داده است فما لهم عن التذكرة معرضين پس آن مشرکان را چی شده است که از قرآن و پندهای آن روی گردانند كأنهم حمر مستنفرة مانند خران وحشی که رمیده فرت من قسورة از شر می گریزند بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکه هر یک از آن مشرک ها می خواهند که از سوی الله کتاب کشاده به او داده شود یعنی همچنان که به محمد صلی الله علیه و سلم داده شده است كلا بل لا يخافون الآخرة نه چنین است که آنها میپندارند بلکه آنها از آخرت نمی ترسند و به بعث و جزا باوری ندارند كلا إنه تذكرة نه چنین است که آنها درباره قرآن می اندیشیدند البته که این قرآن پند است اگر سعادت خود را بخواهند فمن شاء ذكره پس هر کی بخواهد آن را بخواند و از آن اندرز بگیرد و از هدایتش فایده ببرد وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة و پند نگیرند مگر اینکه الله خواهد هدایت آنها را او تعالی شایان آن است که از او بترسند و اطاعتش کنند و او شایان آمرزیدن است کسانی را که به او ایمان آورند و اطاعتش کنند